سلام علیکم به اپیزود 5 پروژه کوله پشتی، پادکست پروژه کوله پشتی خوش اومدی. من هادی تقوی هستم. پروژه کوله پشتی مثل همه اپیزودهای قبل یه معرفی کوتاهی ازش کنم. پروژه کوله پشتی من با این هدف کلید زدم که بیایم در راستای مشکلاتی که در زندگیمون داریم، نیازهایی که داریم، رویاها، آرزوها، سبک زندگی که دوست داریم داشته باشیم، رویا آرزویی که دوست داریم بهشون برسیم و حالا تغییراتی که دوست داریم در زندگیمون بدیم، بیایم فعالیت ها و تجربه هایی رو تعریف کنیم و بریم انجامشون بدیم. یک اقدامی در راستای حل و برطرف کردن اون مشکلات و نیازها یا رسیدن به اون سبک زندگی که دوست داریم، رویاها و آرزوهامون انجام بدیم. و این فعالیت ها، کارها و تجربه ها رو من واژه پروژه براش به کار میبرم، به این منظور که مثلا ما بیایم برای یک مشکلی که داریم یک پروژه‌ای تعریف کنیم و در قالب اون پروژه برای خودمون بریم یه سری اقدامات و یه سری فعالیت و یه سری تجربه ها انجام بدیم. توی این پروژه کوله پشتی، پادکست پروژه کوله پشتی، من میخوام بیام با شما در مورد این مسائل و مشکلات و حالا رویا و سبک زندگی ها صحبت کنم، تجربیات افراد رو با شما به اشتراک بذارم که شما ایده بگیری و پروژه شبیه اون رو برای خودت تعریف کنی و انجام بدی. همینطور خودم همین پروژه الان مثلا توی این جنگ ما در 4 فروردین هستیم 1405 و توی جنگ قرار داریم و امیدوارم که جنگ تموم بشه و اتفاق خوبی برای مردم ایران بیفته و سال صلح و آرامشی داشته باشیم. من یه پروژه در قالب همین پروژه کوله پشتی برای خودم تعریف کردم، پروژه زندگی در جنگ بود. توضیح کوتاهش اینه که حالا در اپیزود قبلا گفتم این که من 10 روز از جنگ گذشته بود، دیدم همش دوچار ترس و درگیر ترس و احساسات منفی و نمیدونم استرس و اضطراب و ناامیدی و غم و غصه و این چیزا هستم با خودم که دیدم نمیتونم اینجوری زندگی کنم. بعد این توصیه‌ای که میکنن نمیدونم نفس بکش، ورزش کن، فلان کارو کن، فیلم ببین، کتاب بخونم، خب اونا هم انجام میدادم، دیدم نمیتونم تمام روز اونا رو انجام بدم. خیلی فکر میکردم که چیکار کنم برای خودم، چه کاری میتونم برای خودم کنم. خب این پروژه کوله پشتی از سالهای قبل تو ذهنم بود و به این نتیجه رسیدم که بیام شروعش کنم و حالا اولین پروژه‌ش هم این شد، پروژه زندگی در جنگ. این که من تصمیم گرفتم بیام ببینم حالا در سالهای قبل یه زندگیمو یه مروری کنم، چه کارایی میخواستم کنم نکردم، چه رویا آرزوهایی داشتم که حالا بهشون نرسیدم و چه سبک زندگی دوست داشتم برای خودم ایجاد کنم که نتونستم، چه مشکلات و نیازهایی دارم که بهشون توجه نمی کنم. فقط همه اینا توی ذهنم هست و حالا تخیل میکنم ولی کاری برای رسیدن یا برطرف کردنش رو انجام نمیدم و من خیلی به طور جدی به این نتیجه رسیدم که دوست دارم بیام این پروژه هایی با این موضوعات برای خودم تعریف کنم و همینطور این مسائل مشکلات دیگران هم هست، مشکلات افرادم هست، چیزایی هم آرزو و رویای دیگران هم هست و بیام این پروژه ها رو با شما به اشتراک بذارم که اگه شما مورد مشابهی داری برای خودت ایده بگیری و پروژه‌ای رو تعریف کنی. این پروژه زندگی در جنگ من بود که حالا در قالبش تصمیم گرفتم که صرفا بیام فکر کنم به مسائل و مشکلاتی که داشتم یه زندگیمو مرور کنم که حالا دارم با شما هم به اشتراک میذارم. حالا قطعا بعد از جنگ که حالا دستمون بازتر، شرایط بازتر میشه، میتونم کارهای دیگری هم خواهم کرد. خب من در اپیزودهای قبلی گفتم که من میام در این پروژه زندگی در جنگ و همینطور در قالب پروژه کوله پشتی میام بر اساس مشکلات و نیازهایی و حالا سبک زندگی، رویاها، آرزوهایی که دارم میام یک پروژه تعریف میکنم. در اپیزود قبلی من در مورد تنهایی صحبت کردم که حالا با مسئله تنهایی روبرو هستم و اومدم براش یک پروژه با عنوان مبارزه با تنهایی تعریف کردم که اگر حالا دوست دارید در مورد این پروژه بدونید اپیزود قبلی رو حالا گوش کنید. یه پروژه‌ای به ذهنم رسید که دوباره بیام که حالا میگم چرا دوباره برای خودم تعریف کنم. اونم خب من خیلی آدم در سالهای قبل اهل سفر و ماجراجویی بودم، کوله مینداختم رو دوشم میرفتم حالا جای مختلف
به این نتیجه رسیدم که من در این چند سال اخیر، من 7 سال اخیر اینو فراموش کردم و اون موقعی که من ماجراجویی می‌کردم خیلی ایده بهم میداد، خیلی انرژی میداد، خیلی منو امیدوار میکرد، خیلی باعث میشد که زندگی برام بهتر بشه، خیلی با چیزهای جدیدی آشنا میشدم. سفر کردن خیلی تاثیر مهمی داشت و اصلا موقعی که من سفر کردن رو شروع کردم زندگیم یه نقطه عطفی بود برای من. زندگیم از این ور به اون ور شد و با خودم فکر کردم چرا من فراموش کردم. خب میدونم شرایط کشور سخت شده، شرایط مالی، قیمت دلار. حالا من سفرهای ماجراجویی می‌کنم، حالا قبلا داخل ایران رفتم جای مختلف، بیشتر الان تمایلم سفرهای خارج از کشوره، ولی خب با این شرایط مالی و اقتصادی و دلار اینا خب خیلی سخت شده برای اینا. ولی باز من به این نتیجه رسیدم که من دوست دارم این رویا رو داشته باشم. در سالهایی که خیلی اوضاعمون، همین سالهای اخیر که در بازه‌های زمانی شرایط کشور بد میشد و واقعا من دان میشدم، انرژی میومد پایین، یاد این سفرهایی که رفتم میافتادم و رویاها، آرزوهایی که داشتم میافتادم که باز منو امیدوار میکرد. باز یعنی سفر یه چیزیه که منو میکشه، هنوزم ازش انرژی میگیرم، حس و حال خوبی پیدا میکنم و به این نتیجه رسیدم در قالب پروژه همین زندگی در جنگ بیام یک پروژه با عنوان سفر و ماجراجویی برای خودم تعریف کنم و ببینم چه کار میتونم کنم، چه راههایی میتونم ببینم چه کار میتونم کنم، چه راههایی میتونم پیدا کنم این قضیه سفر و ماجراجویی رو دوباره داشته باشم. قبلا حالا اون موقعی که اوضاع خوب بود من سالی تقریبا یک سفر میرفتم، ولی از کرونا به بعد دیگه نتونستم این چیز رو داشته باشم و تجربه رو داشته باشم. همینطور به خاطر شرایط مالی و اقتصادی هم بعد کرونا هم بود، دلار و این حرفا و وارد میگم مسائل کاری هم تاثیر داشت. خب تو این اوضاع چند روزه که تو زمان جنگ هیچ کاری نمیتونستیم کنیم، من دوباره به این قضیه فکر کردم و برای خودم تصمیم گرفتم بیام یه فکری بررسی کنم، یه ایده ببینم چی کار میتونم کنم دوباره این قضیه رو داشته باشم. اصلا هر چند سال یه بار تلاشمو میکنم که اصلا بتونم سالی یه بار دوباره حتی بیشتر داشته باشم، چون واقعا سفر به من انرژی میده. حالا این پروژه سفر و ماجراجویی برای من چیز داره، برای شما من چیزم اینه، ایدم اینه که ما بیایم یک کاری، یک فعالیتی، یک پروژه خارج از فعالیت‌های روزمره، خارج از فعالیت‌های زندگی کاری و شخصیمون داشته باشیم. ما تو زندگی شخصیمون یه سری زندگی داریم، کارایی می‌کنیم، یه سبک زندگی داریم. زندگی کاریمون هم همینطور. بیایم اگر بعضی از ما عادت داریم که مثلا یه کاری انجام میدیم، مثلا یه کلاسی میریم، یه دوره‌ای میریم، یه چیزی می‌کنیم، یه کاری انجام میدیم، اینا خوب، ولی من میخوام بگم بیام یه کاری خارج از این زندگی کاری و شخصی. شاید بعضی از ماها رویاها، آرزوهایی داریم، بر اساس اون رویاها، آرزوها باشه، لزوما مربوط به کارمون و یا زندگی شخصیمون نباشه. حالا برای یکی، برای من سفر ماجراجویی، برای یکی میتونه یک هنری باشه، یک موسیقی، آواز، یکی ورزش، چه میدونم هنر تئاتر، بازیگری، رقص، هر چیزی. برای هر کسی میتونه متفاوت باشه. برای من سفر و ماجراجویی، من فقط ایدم اینه که آقا هر کدوم از ما باید بیایم به این بخش هم توجه کنیم. یک کار اسمشو گذاشتم حوزه آزاد و ماجراجویی خلاق دسته‌بندی، و من برای خودم تو این دسته‌بندی باید بیام پروژه‌ای تعریف کنم که ربطی به زندگی کاریم و شخصیم نداشته باشه، که یکیش از اونها سفر و ماجراجویی. حالا من میام فکر میکنم که چجوری میتونم دوباره این سبک زندگی کردن رو اضافه کنم به حال داشته باشم، بهش فکر میکنم. نمیخوام بگم همین چند ماه و سال بعد، براش تلاش میکنم که دوباره مثلا دو سه سال بعد حتی بهش برسم. میرم با آدمای مختلف صحبت میکنم. شما هم میتونی با یه چیزی که دوست داری، یک موضوعی خارج از حالا همون فعالیت‌های عادی، خارج از فعالیت‌های زندگی روزمره، برای خود یک پروژه‌ای که دوست داری تعریف کنی و بهش فکر کنی. حالا این چه تأثیری داره؟ به نظر من اینکه ما یک کاری خارج از حالا کار غیر مرسوم میکنیم، خارج از زندگی کاری عادی میکنیم، برامون ممکنه فرصت‌های جدیدی ایجاد کنه، ایده‌های جدیدی ایجاد کنه، با چیزهای جدیدی آشنا بشیم، حس و حال خوبی برامون ایجاد کنه، یه انرژی آدرنالینی برامون ایجاد کنه. برای هر کسی متفاوته. به شما هم پیشنهاد میکنم ببینید به چی علاقه دارید، یکی از اون رویاها، یکی از اون موضوعاتی که میتونه حتی غیر عادی باشه انتخاب کنید. من یه کتابی هم حالا تو اپیزود
اپیزود قبلی معرفی کردم، هفته کاری 4 ساعتی که اون نویسنده گفته بود که الان بهترین، در هر سنی که هستی همین الان بهترین موقع برای انجام یه سری برای کار غیر معمول، کار غیر عادی که دوست داشتی ولی فکر میکردی که منتظری شرایطش برسه. حالا برای من سفره، برای شما ممکنه هر چیز دیگه ای باشه. من خب تو این در قالب این پروژه زندگی در جنگ فکر کردم که باید یه وقتی هم یه کاری هم برای رویاها و آرزویی که دارم انجام بدم که یکیش گفتم سفره. چند تا ایده داشتم در سالهای قبل که دوست دارم انجام بدم. پروژه سفر به هند رو دوست دارم انجام بدم، سفر به هند و ویتنام، سفر با کشتی رو دوست دارم و حالا یه سفر با آمریکای لاتین رو دوست دارم. فکر کردم که دوباره باید بیام حالا بهشون فکر کنم و برای خودم یک مسیری رو تو این حالا روزا تعریف کردم. الان در زمان جنگ خب کاری نمیتونیم کنیم. کاری که انجام دادم این بود که اومدم یه سری کتاب سفرنامه رفتم گرفتم و کتابای سفرنامه خیلی من ازشون ایده میگیرم، حسال خوبی پیدا میکنم. ما توی ایران منصور ضابطیان جاهای مختلفی در دنیا رفته و سفرنامه های جالبی نوشته. به نظرم کتاباش هم خیلی روون و خیلی هلوه، خیلی راحت میشه خوندش. من کتاب‌های مختلف منصور ضابطیان رو خوندم. بهتون پیشنهاد میکنم اگر علاقه‌مند به حوزه سفر هستید، سفر و ماجراجویی، سفرنامه بخونید. این سفرنامه خیلی میتونه یه رویاهایی رو براتون زنده کنه. یعنی اگر مثلا من الان که مودم اومده بود پایین، با خوندن این سفرنامه دوباره اون ته دلم اومد بالا و دوباره یاد گذشته افتادم و یه انرژی هایی برای من ایجاد کرد که به سمتش برم. و یه کتابی هم خوندم، صداهای مراکش. خیلی سفرنامه مراکشه که من چون خودم قبلا مراکش رفته بودم، کشور جالبی بود و دوباره یادآوری شد و اون سفرم خاطرات خوبی من داشتم و این کتاب باعث شد که اونا برای من یادآوری بشه، دوباره این حس و حال برای من ایجاد بشه. چیزی که میخوام بگم اینه که من خودم عادتم از قبل این بود و یعنی یاد گرفته بودم اگر کاری میخوام کنم خودم رو در معرض اون قرار بدم. مثلا من هند که میخوام برم رفتم نقشه هند رو گرفتم و چند سال این نقشه هند تو کولمه، با خودم هم میکنم و خیلی جالبه. من نقشه خیلی انرژی خوب میگم و منو یاد خیلی چیزهای دیگه میندازه، ماجراجویی، خاطره. واقعیتش شده یه بازه خیلی مودم پایین بوده، دان بودم، عصبانی بودم، خشمگین بودم، یهو چشم به این نقشه خورده، اصلا از این رو به اون رو شدم و چون منو یاد یه چیزای خوبی انداخته. خاطر همین یه پیشنهادی به شما میکنم. من خودم عادت همینه، اگر تصمیم میگیرم کاری میخوام کنم میام المانها، چیزای مربوط، کتاب، نمیدونم نقشه، چیز مربوط به اون موضوع در جلوی چشم قرار میدم و حتی میگم نقشه رو که من دارم چند سال تو کوله‌ای که میرم سرکار با خودم هم میکنم، مثلا همرامه. حالا برای شما میتونه هر چیزی باشه. اگر میخوای یه پروژه شروع کنی که یک ایده، یک موضوع، یک رویایی شروع کنید برات سخته، اول بیا المان‌های مربوط به اون موضوع در جلوی چشت قرار بده. حالا میتونی در دیوار عکس و تابلوی چیزی نصب کنی، کتاب‌هایی در موردش بگیری. در قفسه من کتاب‌های مربوط مثلا به سفرنامه جلوی چشمه، خونم روی میزمم، مثلا اینا رو میبینم تو قفسه کتاب خونمم این کتاب ها وجود داره و خاطر همین این رویای سفر برای من همش مدام تداعی میشه. یه مخصوصا موقع‌هایی بهم میچسمه، موقع‌هایی که دچار ناراحتی و غم و خشم و خیلی احساسات منفی هستم، یه موقع میام اینا به چشمم میخوره، میام واو مثلا من چه کارهایی میخواستم کنم که نکردم. حداقل باعث میشه تلطیف بشه، کمی آرومتر بشم. به خاطر همین منم تو این چند روزه یه کتابای سفرنامه‌ای رفتم گرفته بودم و شروع کردم خوندم. دوباره حس و حال اون دوران و خاطرات رو برام چیز کرد و برام انگیزه ای ایجاد کرد که برم حتما بعد از این اتفاقات جنگ براش یه پرونده‌ای واکنم، یه پروژه‌ای رو کلید بزنم و بهش توجه کنم. حالا ببینم با چه راهکارهایی من میتونم با توجه به مشکلات و شرایطی که داریم دوباره این کار رو انجام بدم. حتی لازم باشه، خب من در اپیزود قبلی هم گفتم یکی از پروژه‌های من بهبود کسب و کارمه. خب به طور جدی این انگیزه رو این برای من ایجاد میکنه که اونو
براش وقت بذارم، کسب کارم بهبود بدم، درآمدم رو بهتر کنم که بتونم این رویا و این آرزویی که دارم رو داشته باشم. خب برای من سفر بود، همونطور که گفتم برای شما میتونه موضوعات مختلف باشه، ولی مهم اینه که شما یک پروژه‌ای با این موضوعی که دوست داری، رویا آرزویی که داری خارج از چیزهای مربوط به زندگی کاری و شخصی تعریف کنی و براش یه وقتی بذاری، خیلی کم، مثلا در بازه زمانی هفته یه بار یه کار کوچیکی کنی برای رسیدن به اون رویا آرزویی که داری، مثلا حتی برای چند سال بعد. بهش فکر کنم. من برای این کارا یک دفتری گذاشتم و یادداشت میکنم. بعضی موقع رو موبایلم وایس ایده‌ای به ذهنم میرسه، شرایط یادداشت کردن ندارم، وایس ضبط میکنم و اینا رو بعداً گوش میدم که بتونم انجام بدم. این پروژه سفر و ماجراجویی من در قالب همین پروژه زندگی در جنگ این بود که من بیام به رویا آرزو که دارم فکر کنم و ببینم براش یه کاری انجام بدم. شما هم همینطور و ممنون میشم اگر این اپیزودو میبینی در کامنت بگی، ایده‌هاتو بگی، پیشنهاداتو بگی که من در اپیزودهای بعدی ازشون استفاده کنم. اگر شما خودت هم کاری انجام دادی، تجربه‌ای و پروژه‌ای داشتی، ممنون شم اونم بگی. من باز در کامنت ها ازش استفاده کنم، شاید حتی در اپیزودهای بعدی ازت کمک بگیرم، با خود بیایم این اپیزودا با کمک خودت ضبط کنیم که بقیه هم خودم، این پرنده چه صدایی داره میکنه، با بقیه به اشتراک بذارم که هم خودم هم بقیه یاد بگیرن و این پروژه رو بتونن پروژه مشابهی رو برای خودشون تعریف کنن. فعلا همین، امیدوارم که جنگ تموم بشه. همونطور که گفتم این پادکست پروژه کوله پشتی که من در زمان جنگ دارم، حالا در یه شرایط اینجا هم جای من نیست، برای یه کسی دیگه است و در اطرافم که دارن آدما کار میکنن. اگر صدای پس زمینه میشنوید با شرایط اینجوریه، من فکر کردم با هر شرایطی این قضیه رو شروع کنم. اینم یه جوریه منو در زمان جنگ خودش درگیر میکنه که بتونم حالا کمی فراموش کنم اون احساسات و ترسا و استرس و این چیزا رو. این صدای پس زمینی که بیشتر اونورم دارن کار میکنن توی زمینی دیگه. همین، اگر ایده و پیشنهاد داشتی بگو تا اپیزود بعدی.